مادر دریا زده میشی یا بکنم کجا ناخدا؟ یه روز فیصله بیاره چه ما دعوت نکرده احساس ما بد صدا بید بزن سبا رو شکم کنی حتما بلیط هواپیما گیرتون نیومده با کشتی اومدین. هم بلیط رفت دارم هم برگشت. عقلمو دادم دست این خانم که چی سفر دریایی دوست دارم. خب دریاداری کار جووناست دیگه، نه من و شما. ما بریم.
فقط 200 تومن. صدق شانست بزنه توش مرواریده. نبود تو دلشو بود. صبح قصر رفتم سید کرد. تازن هنو خیسه. نگاه صبح که تو کشتی بودی؟ پیش از که ببینمه خورشید نزده. یه دونه میخوام. ضرر نمیکنه. نبود تو دلشو بخور. اگه همش پوچ بود چی؟ گلم خوابه. دروغ بود. گفتی مروارید توشه هیچی نبود. گفتم شاید گاهی ها گاهی نیست. با بزرگم 1000 تا مروارید سیاسی همش چیزی ماده رو. من فقط یه دونه میخوام. باید بگردم. بود مال تو. کی؟ اونی که ببینی دریا. اینم که روش راه میری ساحل دریا. اینم ماسه دریا. اوه حالا دیگه چی بگم؟ اینم آینه. حتی اینم درخت آینه دیگه. بیا هرچی بخوای توش میتونی ببینی. ببندم. اسمت چیه؟ باران. چه عجایه. قشنگه نه؟ قشنگی به جوم و برکه نیست که. کجا؟ گفتی الان مروارید میاد. راه دریا که از این بره. میای؟ بودو با بزرگم اینجا قوس میرفت مروارید سید میشه. بیش از اینکه این کشتی فرنگی به گل بشینه گفتمه 1000 تا چیزی مادرم هنو 1,000,000 مروارید اینجا. مردش باشی در میاری. من فقط یه دونه میخوام. چه یکی چه 1000 تا باید بیه.
برای خدا درست کنم. بندازش تو. بگوشتت نی؟ میگم بندازش تو. بیا برکتتو با کنم. اینطوری بهتر میبینی. تای و بسیارم دو روز دارم به دیدنی بندرتو که گارم قد یارم بلنده شیرینیش و مثل قنده ای ماه قد یارم بلنده شیرینیش و مثل قنده کفش سفید نپایتون بروی خالی جایتون ای نازنین غصم و خواه همک از خاطر خواهتون قد یارم بلنده شیرینیش به مثل قنده
بگی آنا اینو بابا جان این لباس درار. نه بابا نه آقا جان این لباس درار دیگه. نه عزیزم درار دیگه. نه درار بیا اینو من در بیار اینو در بیار درار دیگه. درار اینو. نه برای چی؟ آموز در نمیاره. درار دیگه بابا جان درار. اینو بده من اینا اینجوری ببند دور خودت. اینا اینجوری ببند دور خودت. چرا؟ اینها نه بیارش جون من در. نه جون نبان در. آقا نبان جون من در. بیا نبگی بریم لباس درار جون نه بیا یه دقیقه نه بابا ها من میبندم دوره. نه بابا دراری. نه پشت در وایسا در. پشت در. به اینجا وایسا وایسا در. هیچ کی نمیبینه. در بابا هیچ کی نمیبینه دیگه. در. نگاه نکنین شما در نگاه نمی‌کنه. بابا هیچ کی نگاه نمیکنه. در اینو به من دور خود. این لونگو به من. در زود نور رفت زود باش. آخه آفرین تنت به این قشنگی. این چیه سفید خوب نیست نور میده. خوب نیست بابا جان. ببین 10 روزه میای با این لباس من هر کاری میکنم این لباسو دراری در نمیاری. چه خیری دیدی این ساعتت درار. نه ساعت شما ساعت نه مثلا تو این بیابون گردی نمیشه که این دستت باشه که. بدم بادش کنم. ساعت بگه خیلی خوب. حالا بیا اینجا بیارش اینجا بیا جمعش کن اینو. بیا اینجا خب حالا این در رو کول کن. این در رو باید کول کنی. خودش میبره. خیلی خوب. حالا ابی جان قشنگ گرش بزن. خوبه واسه نمیاد خوبه نمیاد در رو کول کن بیا اینوری. در رو کول کن بیا اینوری. بابا نمیاد نه بیا دیگه. بابا بیا. نه بابا این در کاری نداره که آخه. نگاه کن بابا مثل پر کاهه. نگاه کن پدر ببین پدر نگاه کن بیا آقا محسن برای یه دقیقه برش نه گفته حتی بچه ها گفته نه حتی بچه ها گفته کامرش در شب در پدرم ببین نگاه کن منو نگاه کن پدرم نه پنجم نگاش کن نگاه بکن بابا منو نگاه کن ولش کن از پایین حالا ببین ولش کن بیا همه میخوای برداریم یک یکی میخوای یک یکی برداریم بده من نه ببین. نه محسن نه ببین نگاه کن جون بچت نمیکنه دیگه من گفت برای حسن گفت کامرم شب درد میشه خیلی خوب بچسب منصور بچسب ماسکه نکنی گفت در کامرم شب درد میشه بچه ها گفت برای حسن گفت برای حسن ببین بابا جان بلش کن دیگه آقا یه دقیقه استراحت کنید کامرم در میشه شب در میشه نمیخوابی خاموش کن من سوال کن خاموش شب در میخوای کامرم در میشه بابا نمیخوابی خب این بنده خودم کمرش در میگیره نه بابا جمعش کن دکتر جمع بابا فکر میکنه برت لنکستر کن دیگه نه کامرم درد میشه شب یک دقیقه بابا ببشین اینجا نه بابا باشه درد میشه کامرم درد میشه بیوارو ببر بچه‌ها یه دقیقه بدو آبی بیا بدو این ورا میام شما حاضر کنی اومدم چیکار میکنی شاب تو؟ والا هیچی اومدیم ببینیم تو داری چیکار میکنی ما که
اینجوری باشه که همه این همه داره میافتیم جلو این بچه‌ها. اصرارت برای چی بود با بیان فیلم بسازیم؟ بابا تو گفتی یه ویدیو خریدم، گفتم خوش به حالت، با همون ویدیو فیلمی که میسازی خیلی بهتر و آخه فیلم ویدیویی کلاسش با میدونم 35 اینا اصلا زمین تاسو فرق میکنه. اصلا کلاس نداره شهاب، قضیه فرق کرده. سینمای آینده سینمای دیجیتاله. ببین مثل نویسنده دیگه، یه نویسنده یه قلم داره، یه فکر، قلم میگیره دستش مینویسه، اثر تولید میشه. ولی فیلمساز مینویسه، بعد میره مجوز میگیره، بعد بهش نمیدن، وقتی میدن حالا تازه امکانات وجود نداره. بعد از یه سال اگر که از 100 نفری که یه فکر خوبی دارن یک کدومشون موفق شه اون فیلم رو بسازه، تازه توقیف میشه. بعد تازه اگه توقیف نشه سر و تاج زده میشه، سانسور میشه، بی‌معنی میشه، از زمانش میگذره. در واقع سینما تا وقتی سرمایه میخواد، تا وقتی سوبسید روش داده میشه، تا وقتی سانسور وجود داره، اصلا نمیدونم صنعت یا سینمای مؤلف که شعارشو میدن با دیجیتال. همین دوربین چوسکی میبینی، این دوربینه در واقع نقش قلم رو بازی میکنه. بحث سر اینه که هرچی ابزار کوچکتر میشه و نقش مؤلف توش بیشتر میشه، نقش کسانی که یک تیم وسیع رو شکل میدن، اون کسی که یه حرف نوعی داره با یه دونه ابزار کوچک عین یه قلم، عین یه نویسنده. برای گفتن حرفای روز و نه حرفای جدی هم میگن بابا مگه مارکز قلمش مارکز داره؟ خیلی فرق میکنه. تو تمام تکنیکش در سرش و در اندیشش روشنه این شهاب؟ نه بابا تو کجاش روشنه؟ آره دیگه من کسی این قرمزه. قرمز خیلی چیزا قرمزه. بذار جمعش کنم. نه بابا حالا قرمز گرفته بکن. واقعا بین قلمه ها بنویس تو زمین. بنویس تو دریا. آواسه اون هاشه وایسا بابا وایسا. نمیخوای راجع به این مراسم فیلم بسازی؟ سوژه خوبیه ها. راجع به این مراسم نه، اما راجع به اینکه نماینده اینا تو مجلس کیه خیلی دوست دارم بسازم. راجع به انتخابات نظرت چیه؟ بعد نی وسایل صحنه‌شو چیکار میکنی؟ جور کردی؟ وسیله نمیخوام. بالاخره صندوق رأی، صندلی، بلندگویی. خب اگه اینجوری باشه این بلندگوه چطوره؟ آقا ببین این گارسونه رو صدا کن ببین میتونی یه بلندگویی اینا رو قرض کنی؟ از خونه من رمید شد جام شراب یاد تو آینه عشق است و بر شیر من فرهاد تو شادی فزون گردی با یاد تو با یاد تو با یاد تو با یاد تو خوشم خوشم با یاد دل میکشد فریاد خوشم خوشم با یاد دل میکشد فریاد آتش به جانم میزنی ای داد از این بیداد تو ای داد از این بیداد تو
فکر میکنی بیاره؟ چی گفتی شهاب انقدر سر و صدا زیاد؟ میگم فکر میکنی بیاره؟ میگم بیاره شرطی بردی من اینجا خدمتون رسیدم که یه حقیقتی رو خیلی عریان مطرح کنم. واقعش اینه که شما به عنوان یک پرنده خیلی خوب نمیپرید. واقعا قصدم رقصوندن شما نیست، شرمندم، ولی پرواز لطفا. نمیرقصانمت چون دودی آبی رنگ، نمیلغزانمت بر خوابهای مخمل اندیشه ناچیز. تا حالا هر کس اومده اینجا برای اینکه یه سکانس بیشتر بمونه و بازی کنه، واقعش اینه که به شما دروغ گفته چقدر خوب میپرید. اما آمدم یه سکانس بازی کنم و برم. اجازه میدین راستشو بگم؟ شما قد یه مرغ میپرید، میگین نه خواهش میکنم پرواز بفرمایید. گر بدینسان زیست باید پاک، من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه. یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک. متاسفانه عده‌ای دارن مجلس رو ترک میکنن. گر سرد نشید خواهش میکنم پرواز لطفا. فقط تو رو خدا این دفعه یه متر هم که بلندتر بپریم. یه فصل جدیدی رو میخوایم تو تاریخ پرواز ثبت کنیم. هی تاریخ پرواز تکرار نکنیم. گر بدینسان زیست باید پست، من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم بر بلند کاج خشک کوچه بنبست. چی کار میکنی محسن؟ چی میگی؟ میگم چی داری میگی؟ اما دارم بلنگو رو آزمایش میکنم. یه جمله درست حسابی بگی. 1 2 3 آزادی این دوره رو آزمایش میکنیم. سلامت باشید. این صندلی‌ها رو از کجا آوردید شما؟ خریدیم از بازار. از کجا؟ بازار. چند خریدیم؟ 20 تومن. بازم هست ما بریم؟ برین نگاه کنید ها.
چرا؟ میردم و فروشیم بالایش میشنیم مایی اینجا که بوده آدمای بزرگ نشسته ببینید سندلیا حالا نگهبان یزی سندلیا هسته نگهبان اینایی؟ بله نگهبان اونایی تا باز مردمای بزرگ نه کدام محصول میشنه اینجی خاطری هزلا مایی کسی نمو خب چرا زنجیرش کردی حالا؟ زنجیر کردم که کسی یک وقتی ما بریم مثلا یک چایی بخوریم یک نانی بخوریم هایی بخوریم زنجیر کسی نبره حالا خاطر مثلا بستیم خب با زنجیر محکم کردیم حالا اینو بفروش به ما خودت برو اونجا بشین میشه؟ نه پول میدم پول زنجیرها کسی مالای آدم بزرگه اونا پدر جان پول بهت میدم نه پولم بدیم ما نمیفروشم میرم چقدر میخوای؟ نه ما نمیفروشم 10,000 تومن بهت میدم 10,000 تومن نه خیر ما این نمیفروشیم 11,000 تومن نه 11,200 تومن نه نمیفروشم ما آقا ببین یک دو میخرم 3 نمیخرم 4 5 6 7 8 9 10 بسته بیا خب کلیدش کو برو بشین اونجا بزرگا که حالا نیستن برو کلیدش کو 11 1 تومن بیا کلیدش کو کلیدش بیا برو دیگه برو بسته دیگه نه بشین طوری نمیشه بزرگا که حالا نیستن نیست بزرگ دیگه نداری بلند شو من کمکت میکنم کلید کو نبره کلیدش کو نه بیرش برو کلیدش بده کلیدش با شما بودن کلیدش نداری؟ نه کلیدش نداری شهاب بابا بیای باز قفلش کشکیه کلیدش با شما بودن خداحافظ آقای محسن مرخصه شده کمرم درد میشد تو زمین نقدر اونه بعد انتخابات میام بعد سلام علیکم برادر دوست عزیز سلام آقا هم بگوشن آقا سلام علیکم صندلی خالی داری؟ دوست عزیز صندلی خالی کسی داره؟ صندلی فروشی نیست؟ بابا یکی جواب بده دیگه دوست عزیز آقا جواب چرا نمیدی؟ تهران میری آقا؟ تهران؟ ما یه 2 ست صندلی و یه دونه بلندگو داریم عزیز بعدا سوال کنیم براش مشکلی نیست میبرم عجله داریم بیا داداش بیا یه دقیقه قربونت کمک کن بیا کمک کن هی مستر کام هیر پلیز جواب بارکش شدی
پدر جان نمیشه با یه قایق دیگه شما این گچاتو ببری؟ بجون بابا بجون محسن بجون بذار زمین بیا حالا تو بگیر من گچ میبرم بگیر بیا پدر جان بیا بابا دیر شد گچ میبری محسن بیا پدر جان بودو دیگه ظاهرا با این دوربینا ساختنم خیلی راحت نیست محسن جون صحنش که فرق نمیکنه که پشت صحنشه هی یاری جواب یه خط بیا تا یکی بیا دوربینو بگیره بذارشون دوربینه اون زمین بذارش اونجا بذار اون باند ما هم بگیریم دیگه هی طول میدی صف بده من بیا بابا این شکست بده دور بزرگشو بده بنداز اینو بسر ولش کن دیگه آمیر پلیز بده من اینو زود کن A small one, please. A small one. Okay. محسن بجام اومدن بجام بعد از انتخابات میام شما آماده باشید میام درست میشه
غرق نشه. سلام. رای دادیم؟ نه. روز انتخاباته. رای با کارت شناسایی میشه؟ نه نمیشه، فقط با شناسایی میتونی رای بدی. شما شناسنامه ندارین؟ شناسنامه همه هست؟ نه با کارت شناسایی نمیشه؟ با ترتیبا نمیشه، فقط با شناسایی میتونی. محسن تو نداری شناسنامه؟ من نه. پس بریم دیگه. ببخشید همراه. ما میریم تهران رای میدیم. صندوق صفر بچسب. ما داریم میریم تهران. موفق باشین. خداحافظ. سمیرون کردن رفتن دوم از دوتای اونا اما تفاوت اهمیت روی مردم یک سری و ما از این نظام دفاع می‌کنیم که در 4 سال آینده اگر نتونیم باید انتظار داشته باشیم که مردم کسانی که در انتخابات چهارم و همه افراد معتبر و برای آرزوی روزی و حمایت
در مرز نگاه من از هر سو دیوارها بلند، دیوارها بلند، دیوارها چه نومیدی بلندند. آیا درون هر دیوار سعادتی هست و سعادتمندی و حسادتی که چشماندازها از این گونه مشبکند و دیوارها و نگاه در دور دستهای نومیدی دیدار می کنند. شابین خوبه؟ یعنی همین بیاد رو فیلم. یه چیز دیگه بخون به نظرم. روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری است. روزی که دیگر درهای خانه هاشان را نمی‌بندند و قفل افسانه است و قفل افسانه است و قلب برای زندگی بس است. روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی. روزی که هر لب ترانه است تا کمترین سرود بوسه باشد. روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم. روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم و من آن روز را انتظار می‌کشم و من آن روز را انتظار می‌کشم، حتی روزی که دیگر نباشم، حتی روزی که دیگر نباشم، حتی روزی که دیگر نباشم.
بین نخل‌های طلایی نمی‌پیچه. انگار غروب این جزیره همه چیز رو فراموش کرده، اما تو فراموش نمی‌کنی. نگرانی؟ خنجر می‌گیری. با این حال بهت میگم من در حال حاضر آدم قبلی نیستم. چیزی هستم معلق بین رویاهام که از همه به من نزدیک‌ترن. رویای یک روز قشنگ، رویای قایقی پر از گل که از سطح دریای آبی علی جان، من میخوام این ستا رو بلند و بالا بپری. اینجوری پالتوت اینجوری. این حرکت آرومش چیشه؟ میشه 2 برابر دیگه، دقیقاً 2 برابر شکل طبیعیش میشه. مثلا اگه اینجوری میپره فکر اینجوری میشه. مثلا رابطه سیاه و چنگ تو موسیقی. مثلا میگه دم دم دا دم دا دم 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 دا دا دم آها دا بی با 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 دا بی دم دا دم دا بی دم دم دا با دم با 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 بی با با برا با با مردین تو آفتاب دست نمیگیری دبم دبم میگیریم علی جان. تو دریا میره؟ تو دریا، تو خشکی، تو آسمونا، تو خورشید. حالا به دست من نگاه کن.
میدونی دنیای من اینجا خیلی عجیبه. خاطراتم تبدیل به رویا میشن، رویاها تبدیل به خواب میشن و خوابها منو غرق میکنند. ببین آقا جون صبر کن. من فقط الان تو رو از اینجا میارم تو محمود جون اینو ور میداری میری این میره جلو چه با ما بده یه کوچولو همکاری بکن آقایون اون جعبه رو بردی بیار. من بیشتر ببین این یه پلان عبوریه گوش کن اینجا یه پلان عبوری من بیشتر این جذابیت‌های اینا واسه مهمه. بگو بیا اینجا سر منو گیرید تبریک بهش بگید. خانم خواهش میکنم اون مواره خود جمع‌جورش کنید مشکل داریم ما مواره خود ترتیب شده. آره حالا دیگه قشنگ میتونی بری زیر آب دخترزایی تو پیداش کنی. چه شانسی داری. کاش من یه فرق یه شانسی. تبریک میگم چقدر شما خوششانسی. کجا آوردی؟ برو محمود باش برو باش محمود ببرش ببرش برو زیر آب پیداش کنی. من در حال حاضر آدم قبلی نیستم. چیزی هستم معلق بین رویاهام که از همه به من نزدیکترند. رویای یک روز قشنگ، رویای قایقی پر از گل که از سطح دریای آبی فاصله داره، رویای آدم‌های رنگارنگی که به من سلام میکنه. راستی حالا برای تو چه خبر میتونه اتفاق صدا ببین محمود جون پولشو توی یا طرفا به بچه جای من بازی کنی من رسیدم. بچه همون دود آماده باشه خروس حاضرش کنی. آقا بده از این طرف اینو کجا میبری؟ فیلم برداری زیر آب ممنوعه ها. بچه ها بریم مهمون داریم. بچه ها ببرید تجریه کنند. بابا این دوربین جاویه به دنبال عشقت میری آقا نگرد پیداش نمی‌کنی. خبری نداری. آقا همینم به جایی میفهمی یا دیگه بیچاره میشی. اون دوربین جواز مرگته. گریه میکنی؟ نه تو هنوز خیلی وقت داری. میتونی با آفتاب حرف بزنی، با گلای خونه حرف بزنی، میتونی حتی به دنیای آبی من بیای و لبخند بزنی. بعد برگردی و همه چیزو برای پرنده های قشنگ تعریف کنی. تو میتونی آواز بخونی. کجا؟ دوربینو کجا میبری؟ مگه نگفتم فیلم برداری زیر آب ممنوعه؟ بگیره کباب بگی کباب برده کباب بهش بده بهنده خیلی بری زیر آب دنبال عروست به تو چه مربوطه؟ قول بیشا خودم اینجا روی آب و زیر آب همش مال اربابه عروستم پیش ماست چرا نیومدی به خودم بگی بلا من میبردمه ایشون میبرده هنوزم دیر نشده
بیا جوجه بیا نبیز خودم صد دفعه بهت گفتم مواظب باش چطوری میزنی اینقدر محکم نزن خرس گنده مرده خوبه. تند و کندیشو شما بگید. خوبه. همین فاصله. اول اینجاست. بله. همون فاصله نگه دارم. شما تو مسیر تو کادر ما نه اینجاست. درست باشه اینجا. نه خوبه. صبر کن. درست یه خودت شما بیجون. خوب همینجا خوبه. آره. چیه اینا؟ برنه خوبی داره. خیلی خوبه. آره. چنده؟ 600 450. چی؟ شباها سالادا کوبن پیدا نکردم ببین. اینا چند 450. رضا. بله. دیگه نره الان میگیریم. این مسیر شماست آقا. این مسیر شماست. آقا آماده این بگیریم. آقا بگیریم. ما حاضر باشیم. آقا همه آماده ای بگیریم. بولو بزن بچه ها این بولوه بیا اومد این خوبه حالا علی جان حاضری؟ بایستا اون وسط با آسمون نگاه کن نباید گرفتگی غروب تو چشمات بیفته نه اینجوری درست نی
نه این درست نیست. نباید گرفتگی غروب تو چشمات بیافته. آخه غروبه. تو به این کار کاری نداشته باش. تو بازی تو بکن. تا آسمون نگاه کن. خوبه؟ ببینین خوبه؟ لباس خانم‌های محلی رو که قرار بود چک بکنین آوردنشون آمادن. برقع و فلان، چادر و نمیدونم علنگوهای طلایی و تویی؟ اونجا رفتی چی کار؟ منم مثل تو علافم. نه جدی میگم چطوری رفتی اون بالا؟ جدی بی جدی اگه بخوای از این سوالا بکنی فوتت میکنم ببین اینطوری. نه نکن تو رو خدا نکن. گفتم دیوونه نکن تو رو خدا. آسمون نگاه کن. مهم نیست. حالا 1000 تا عروس اومده و فوت کرده و باد ما رو برده. تو فقط بازی تو بکن. نباید گرفتگی غروب تو چشمات بیافته. نه این درست نیست. نباید گرفتگی غروب تو چشمات بیافته. علی بابا همه اون علاف کردی. بابا این نمیفهمی چی میگه. کاری نداره که. فقط به آسمون نگاه کن. میگه یه کاری کن که گرفتگی غروب توی چشات نیفته. بابا مگه دست من خب غروبه دیگه. الان تو چش خودت هم گرفتگی غروبه. چش من گرفتگی غروبه. نگاه کن که گرفتگی غروب تو چش خودت هم هست. راست میگه. انگار گرفتگی غروب تو چش من هم هست. خسته نباشی بچه‌ها، خسته نباشی. باد اومد کاسکوزمون به هم. خب چیکار می‌خوای بکنی؟ ببین بچه‌ها من یه چیزی می‌خوام، یه آهنگی می‌خوام که ببین تم غروب داشته باشه، جدایی و فراق و نداشتن و میدونی ساحل و دریا. داری چرا؟ حالا سم من یه چیزی دارم. رضا جان، رضا یه اون چی بود اون یارو آهنگ این چی بود؟ اون آهنگ محلیه؟ اون آهنگ محلیه. کاغذی که تو شعر بود کنی حالا. اون عثمان چیز کنه شما چیزشو بلدی؟ شعرشو بلدی؟ نه شعرشو نه. دختر دایی تومه دریا شده دختر دایی اینو کار کردیم بر من چیز دریا شده دختر دایی گم شده دختر دایی روح سرگردان شده دختر دایی گم شده
در برم انتظار سیل کشتی یا خدا قربون گوشواره ها دست طلا خاک چشمم زیر پای سرمه چشمت پیشمه تو دستمه کار مو تو خونمه کنج عقدت پیشه مادرم دختر دایی گم شده دختر دایی جون دل جون دل دختر دایی جون دل دختر دایی جون دل جون دل دختر دایی جون دل دختر دایی جون دل جون دل دختر دایی جون دل وقتی دریا تو رو بلید منم زندگیم نابود شد. دیدم وقتی تو نباشی دیگه فرقی نداره من باشم یا نباشم. نه بابا والا سرگردونتم حیرونتم عاشق دو چشمونتم آقا علی بیچاره راست میگه تقصیری نداره. حالا نمیشه این صحنه رو ما سحر بگیریم؟ بابا تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ من دارم عمدن این صحنه رو الان میگیرم که نشون بدم بازیگر تو اوج غروب یه نگاه دیگه داره. آخه نور سحر غروب که یک بابا این یعنی تعارض موضوع با پس زمینه. نمیفهمی چی میگه؟ دور میگه دارم میکنه هنره که چی؟ کی تا حالا این کار کرده ها؟ همیشه چشات تو غروب یه حالت دیگه داره، یه گرفتگی خاص. به غروب نگاه کن، مثل چش تو، چش این نگاه کن، اینها دیگه گرفتگیه دیگه. چش تو هم همینطور، چش تو هم همینطور، مثل چش خودت. آقا غروب شد میگیریم. شما کجا هستی؟ امیر جان امیر جان بابا مسک تو دیگه فقط من باید هرس بخورم. باز گذاشتم آقا بابا این فیلم نباید تموم بشه. چرا اینقدر هرس و جوش میخوری بابا؟ میگیریم دیگه. نورمونه میگم نره. آره ولی کار سختیه دیگه. خودت که ما یه ماه داریم میریم و میریم هیچ اتفاقی نمیفته. بیا والا من کم کم دارم از این مردم خجالت میکشم دیگه. سرگرم کار خودشونن که شما هم که سرگرم کار خودتونین که. آخه هیچ کس دلش به حال کار نسوخته که دل به کار نمیدین. اون خانم منشی صحنه داره روسری برای بنده میخره. نگاه خانم فروزنده خب مبارک بشه همه چی خریداری شد و خیلی خوب. از کار که خبری نیست. پس شما بفرمایید خریدتون رو بکنین. شما بفرمایید تشریف برین آب میوه‌تون رو بخورین. امیرم اینجا موبایل بزنیم. منم میرم دنبال کار خودم. به خدا این کار که تموم بشه دیگه نمیذارم بری. عید فطر عقدت میکنم. نه بابا دلم میخواد هر روز یه ابر سفید بیاد رو خونم عروس بشه. 4 تا قناری هم میخرم زندگیمو پر از صدا کنم. بیا بالا. چه جوری؟ سعی کن روح بشی، سعی کن نور خالص بشی. یه پا بزن. آها نمیشه. ده باریکلا. بیا
رفت بابا یه حرکتی بکنیم بابا غیرتتون کو امیر ده بیا دیگه خانم بیا دیگه بابا من باید کارمو بکنم این فیلم میخواد آخرش نمیرسه آخه شما دارین چی کار میکنین؟ چرا اینجوری میکنین با من دیگه؟ بابا جدی بونم کردی؟ آقا الان میگیریم علی هم که حاضر بکنم آقا خواهش میکنم از شما این تراکو بذار یه تراولینگ میکنیم اینجا سمت علی. آقا علی چرا خوابه؟ علی چرا افتادی؟ علی جان آقا تو رو خدا بلنشی میخوام بگیرم نور رفت دیگه این نور اجازه نمیده ما کارمونو بکنیم بابا یه داری بزن علی پاشو وایسا میخوام علی جان علی جان پاشو غیرتی پاشو عزیزم اقلا این غروب رو نگاه کن اقلا غروب رو بگیریم اقلا غروب رو بگیریم اگه اینم به هم نده دیگه خیلی دیگه بچه‌سیه. خسرو جان آقا امروز شما این کادر رو ببین خسرو جون نور رفت دیگه یعنی حالا نگاه کن کاملا خورشید رفت پایین دیگه یه لحظه است فقط دیگه یه خود دیر جنبیده تعطیل نمیشه گرفت آقا؟ نه دیگه هیچی؟ نمی‌بینی رفت پایین دیگه چی شد؟ چشه؟ نبضش میزنه؟ تموم کرده تموم کرده؟ بله مطمئنی؟ تموم کرده! چی؟ علائم حیاتی نداره! نبضش نمیزنه! یعنی چرا؟ واسه چی میگی؟ دکتره شما دکتری؟ اینقدر فیلم برداری نکردین که پسر بدبخت دق کرد. سوز بی آبی اثر کرده است بر اهل حرم سوز بی آبی اثر کرده است بر اهل حرم هر طرف جوی لب پیر و جوان خشکیده است
نگاه کن ببین میخوان نشه من بیارم پایین میبینی؟ آره چه بامزه است. علی چرا وایستادی؟ برو دیگه. نه اینجا چه فایده داره؟ عوضی زودتر صحنتو میگیرن راحت میشی. نه بابا نمیگیرن که همش علافی. نه حالا دیگه فرق میکنه. دیگه چشمات گرفتگی غروبو نداره. برو دیگه، من اینجا منتظرتم. تو صحنت گرفتن زودی بیا یا برو دیگه. برو. این بابا که زنده است. بابا دفعه قبل که اومدیم بالا مرده کامل بود. خب بالا خدا رو شکر. ای بابا. حالت چطوره؟ خوبی؟ بیا جلو بیا نت پایین. بیا جلو. مواظب باش. مراقب باش. یواش. دیدی الان میگفتن که یواش. حالت خوبه؟ زنده است. سلمان گنده است. علی توشه. آقا علی. علی جون من داشتی نقش بازی می‌کردی. به نظرم داشت نقش بازی می‌کردی. برو چای بیار. وقتی بادباگی زبانت بازی می‌کند می‌دانم که مال من. سال بعد کارگردان فیلمنامه سفیدی نوشت که نه قصه داشت نه بازیگر. دستیار اول یه تاکسی خرید. فیلمبردار و منشی صحنه با هم عروسی کردند. دستیار دوم و صدا بردار شریک شدند و یه مغازه پرنده فروشی باز کردند. از عروس هیچ خبری نشد، اما غروب‌ها بالای تیر چراغ عجیب گرفتگی نگاه بازیگر رو پیدا کرده بود.